من در کشور ما وقتی میگن فرهنگ خودمون، اول مراد فرهنگ اسلامی دیگه. اما فرهنگ اسلامی اکثر آنچه در فرهنگ اسلامی آمده است از آن غربه. اولا آنچه که در قرآن و روایات آمده یه بخش عظیمیش تفکرات رواقیانه. بیش از نصف نهج البلاغه تفکرات رواقیه. در قرآن آمده که بر آنچه که از به دست میآورید شادی چندان مکنید و بر آنچه از دست میدهید اندوه چندان نداشته باشید. خب این عین تعالیم مارکوس اورلیوسه. البته این حرفا رو وقتی ما می‌زدیم آخوندم گفتن خب اونا از اسلام گرفتن و حواسشون نبود که آقا اونا 600 سال قبل از ظهور اسلام 700 سال قبل از ظهور اسلام زندگی می‌کردن. یعنی میگن برگردید به آنچه که ابن سینا میگفته و فارابی میگفته. بیش از 95% تمام آثار فلسفی مسلمین سخنان افلاطون، سخنان ارسطو. اصلا نظریه حرکت جوهری ملا صدرا عین سخن هراکلیته. شیخ اشراق یک بخشی از تعالیمش هم دیگه از یونان و روم باستان نیست، یه بخش اندکی از تعالیمش. اینا برمیگرده به فرهنگ‌های شرق، برمیگرده به ایران باستان که ایران باستان هم در این جهت تحت تأثیر هند باستانه. وقتی میریم سراغ عرفان مسلمانان، اولا عرفان مسلمانان که مثلا اوجش در ابن عربیه اکثرش مبتنی بر فلسفه مسلمانان. بگذاریم از این که خود ابن عربی مال اندلسه، مال اسپانیاست. شما اومدید با زور گرفته اید و بهشون گفتید شهادتین بگید که یک شبه که شهادتین نمیشه یک شبه گفت، اما یک شبه که فرهنگشون از بین نمیره. فقه ما که به نظر میاد دیگه این اسلامی ترین علوم ماست، فقه ما مبتنی است بر احکام خمسه. این تقسیم بندی که اعمال به 5 قسم، این تقسیم بندی رواقیون کردن اولین بار. خب پس نکته اول اون 4 تا نکته‌ای که گفتم بگم اینه که اصلا اینایی که میگن ما غرب رو میستیزیم، میگیم خب غرب میستیزید و درش دفاع از چی میکنید؟ میگن دفاع از فرهنگ خودمون. میگن بابا فرهنگ خودتون از غرب اومده. اینا که میگن فکر میکنن غرب فقط آمریکاست، توجه میکنید، و انگلستان و آلمان و فرانسه است. با اینکه ما از قدیم ما ایران رو حد فاصل شرق و غرب می‌دونستن. از ایران به طرف غرب بود و از ایران به طرف شرق هم شرق بود. ما هم که ما ایرانی حد فاصل شرق و غرب بودیم. اینو که اول